رادیوی مهاجر. تلفن برای تماس 890. رادیوی مهاجر. خبرهای آخرین رادیوی مهاجر. خبرهای آخرین از حیات مهاجران. رادیوی مهاجر. بخش مستقیم برنامه‌های فراغتی. رادیوی مهاجر. اطلاعات دقیق، مصاحبه و تحلیل. رادیوی مهاجر. تلفن برای تماس 865 151 0410. رادیوی مهاجر. بگذار تا بگویم. رادیوی مهاجر ما را میشنوند. رادیوی مهاجر. خبرهای آخرین از حیات مهاجران. رادیوی مهاجر. بخش مستقیم برنامه‌های فراغتی. رادیوی مهاجر. اطلاعات دقیق، مصاحبه و تحلیل. رادیوی مهاجر. تلفن برای تماس 865 151 0410. رادیوی مهاجر. بگذار تا بگویم. رادیوی مهاجر. ما را میشنوند. رادیوی مهاجر. خبرهای آخرین از حیات مهاجران. رادیوی مهاجر. بخش مستقیم برنامه‌های فراغتی. رادیوی مهاجر. اطلاعات دقیق، مصاحبه و تحلیل. رادیوی مهاجر. تلفن برای تماس 865 151 0410. رادیوی مهاجر. بگذار تا بگویم. سلام و درود شنوندگان عزیز رادیوی مهاجر. با امید بالیدگی تب و روح شما برنامه مستقیمی هموطن است از رادیوی مهاجر مستقیما برایتان پخش می شود. امروز 4 نوامبر در مسکو ساعت 15:49 دقیقه. مهمان امروزی برنامه هموطنی عزیز ما بانی زیبا، رئیس انجمن فرهنگی سامانیان در هلند، بانی عزیز محبوبه شاه سیفالله هستند و بانو محبوبه شاه سیفالله با رادیوی مهاجر خوش آمدید. تشکر گستاو جان، تشکر برای دعوت. خبرهای آخرین از حیات مهاجران. رادیوی تشکر برای دعوت به رادیو مهاجر. محبوبه هستم. خیلی خوشحالم که من امروز در مهمانی شما هستم. بانی عزیز، سوال اولین من این است که شما چند روز است که در مسکو هستید، از هلند نو برگشتید و من خواستنی پرسیدنی بودم که مقصد از سفر شما از هلند به مسکو چیست و بعضی از روزنامه‌نگاران ما شکایت کردند که در فرودگاه‌های مسکو نسبت تاجیکان بعضی سخن‌ها میکنن یا باز می‌دارن. از جمله یکی از ژورنالیستان تاجیک شکایت کرده بود که شما مثال در اروپا چیکار میکنید، بسیار پرسش‌های زیادی میکنن. آیا چنین حالت با شما در فرودگاه‌های مسکو واخوردگی است؟ اول من از مقصدم میگویم. مقصد من مقصد خاصی نیست. در مسکو آمدم چون که من اینجا قبلا زندگی میکردم و کار هم میکردم در مسکو. الان 7 سال هست که دارم زندگی و کار خود رو در هلند دارم میکنم. نسبت فرودگاه ها، نسبت مهاجران تاجیک شنیدم، لیکن نمیتونم بگم که نسبت من بود یگان چیزی که چیز کرده باشن با من بعد رفتار نکردن، لیکن شنیدم دیدم زیاد نسبت مهاجران هست.
اما خود شما با این برخوردها وام نمیخورید؟ یعنی شما برای چی به اروپا سفر میکنه یا اینکه برای چی به مسکو میایی؟ چنین نه چون که من شوپاومیز نمیکنم. چون که اول که این پاسپورت من پاسپورت روسیه هست، برای این و من اونو حق ندارم یگان سال زیادتیان. بعد دیگه اون که پاسپورت هلند هم دارم، برای من اونو یگان قطره شوپاومیز نیست. من شاید اون خانومه که بونیه که ژورنالیست که بود فکر کنم اون کس فکر کنم پاسپورت روسیه رو نداشتم. برای یعنی شما شهروندی روسی رو دارم؟ آره، من سالهای زیاد است اینجا زندگی میکنم، لیکن من در قبلا با مهاجران کار کردم، زده خورد شدم، دیدم چجوری رفتار میکنن با مهاجران تاجیک، نه تنها تاجیک با دیگر ملت ها هم میدونم. بله تشکر. باز خیلی میخواستم فهمم که شما سالیان زیاد در مسکو زندگی کردید پیش از آن که به هلند روید و مهاجرت رو دیدگی هستید. یعنی بیاید برگردیم که چی شما رو سالیان پیش به مهاجرت آورد و کی بار اول به مسکو آمدید، یعنی کی مهاجر شدید؟ این قصهش یعنی وقتی که من خانه‌دار شدم شهر کردم، شهر من اینجا داشت درس میخوند در انستیتوت بهمانی روسیه مسکو. یعنی این سبب شد که من اینجا اومدم. یعنی شوهر شما استاد دانشگاه تکنیکی به نام بهمانی مسکو بودن؟ بله بله بله. اون کس دوسنت همین فاکولته بیزنس منیجمنت بودن، اون کس مرا آوردن و اون سبب شد که اومدم مسکو سال 1987. سال بار اول با مسکو سال 1987 اومدین هستید؟ بله بله. همراه شوهرتون؟ بله بله. موندم بچه‌ها تولد شدن اینجا، 3 فرزند دارم، 2 پسر 1 دختر، آنها بزرگن. برای شما که اون زمان خیلی جوان بودید، یک جوانزن تاجیک دور از پدر مادر همسایه خویشاوندان، یعنی اومدن به یک شهری نو، شهری بیگانه مشکل نبود برای شما؟ چی مشکل های میتواند زن تاجیک واخورد در مسکو، یعنی در مهاجرت؟ سالهای 87 اون وقتها ما شوروی بودیم، SSSR، و اون وقتا نسبت مهاجران اینه که حالا میبینیم نبود. اونجا اون وقتا نبود که بگن تو تاجیک، تو ازبک یا یگو ملت دیگه، و مشکلی هم برام نبود. برای من زندگی آرام بود، مستقل، خیلی خوب میرفت تا اون موقع که شوهرم رو از دست ندادم. اینم بعد همین سالهای 2009 شد که از دست دادیم و بعد مشکلی دوچار شدیم. یعنی از عالم درگذشتن؟ آره از عالم درگذشتن. خیلی میخواستم برای شنوندگان رادیو مهاجر میگفتید که نام و نسب شوهرتون اگر؟ شوهرم میرزایف صفا، اون دانشکده عالی بهمون رو تمام کرد و اونجا درس میداد. خیلی انسان خوبم بود، کتاب‌هایش رو در اون انستیتوت نوشت و دارن دانشجوها کتاب‌های اون رو استفاده میبرند. و وقتی که از دست دادیم دیگه بعد مشکلی کار و دیگه پیدا میشد برای ما. همین دیگه چه بگم. تشکر بانی عزیز. چند سال شما در مسکو زیستید؟ خیلی زیاد، از 87 حساب کنیم اگر تا الان همین هستیم، دوریم میایم در دو دولت، روسیه و هلند، و دولت سوم تاجیکستان است که اونجا هم میرویم و میایم. کدام در طور فعالیت خود در کجاها فعالیت کرده هستید در مسکو؟ از روی اون که در صفحه فیسبوک شما از روی ترجمه حالتان نفهمیدم که شما معاون رئیس فدراسیون مهاجرتی فدراسیون روسیه بودید، هم درباره فعالیتتان در مسکو طی سالیان زیاد معلومات میدادید برای شنوندگان رادیو مهاجر؟ بله،
اولی کاری من راستش از فدراسیون شروع نبود. من یک کارهای دیگر رو میکردم که این حسابداری هست، اکونومیست حسابدار بودم در کارخانه‌های دولتی روسیه مسکو کار کردم، حسابدار شدم. بعد 6 سال بعد نمیدونم قسمتی من همین طور اومد که باز با کارهای فرهنگی دست دادم. نمیدونم همین چند سال آخر است که خدا میخواهد، یعنی قسمت که شد همین چیزا میشود. حالا بعد اون که کارهای اکونومیست هم رو به انجام میرسوندم و قسمتم این طرف آمد و فدراسیون میگرانت مهاجران روسیه. اونجا ما معاون پرزیدنت بودم که پرزیدنت فدراسیون. حالا اونجا یک نفر دیگه هستن که کارو میبرند. دورهای ما خیلی خوب کار میرفت، پیش میرفت. ما داشتیم کار میکردیم، فرم میکردیم، فرمای بزرگ برای مهاجران، قانونهای خود رو می نویستیم، برای گوسدوما پیشکش میکردیم که اونو قبول کنند. یعنی تلاش همون رو میکردیم. من میخواستم برای شنوندگان عزیز ما خیلی مکملتر میفهموندید که همین فدراسیون مهاجرتی فدراسیون روسیه چگونه تشکیلات است و چی وظیفه ها رو اجرا میکند، یک مکملتر معلومات میدادید. این تشکیلات انجمن است. انجمنی این فدراسیون میگن انجمن. این تشکیلات دولتی نیست، این انجمن است و این رو از سال 2007 اون رو مجمع در محمد امین گفتنی ما یک رئیس داشتیم که این کارخانه رو، این انجمن رو درست کرد و پیش موند و اون عضو خود رو داشتم از هر یک ملت عضوی آن بودن که از بنگلادش و از سوریه، افغانستان، تاجیکستان ما خیلی زیاد بودیم و در 37 شهر روسیه فیلیال خود رو داشتیم اون وقتا. حالا نمیدونم و کار خود را میبردیم. ما میگویم که ما قانونی برای اون که ما طرف چیز کنیم و نفع مهاجران کار میکردیم، قانون‌های می نوشتیم که به نفع مهاجران بود. فرض کردیم هر سال ما از دومای دولتی روسیه همه دیپوتات ها رو دعوت میکردیم، خیلی آدمای مشهور روسیه رو فورم میکردیم در پرزیدنت هتل، در پالاتای общественной روسی جمعیتی بله، اونجا مجلس های ما اونجا تمام میشدن و تلاش همون رو میکردیم. بعضی چیزها چیز موفق میشدیم، بعضی وقت موفق نمیشدیم. ما رو دوست نمیداشتن اونقدر فمس فکر میکردن که ما دشمنی اونا هستیم. وقتی که ما می اومدیم مجلس میکردیم اونا بلند میشدن میرفتن. همین رئیس فمس اون وقتا رهبر خدمات مهاجرت. آره رهبر خدمات الان کی هست اونجا اون وقت رمضان است. اون وقت خدمات مهاجرت در علاهیدگی عمل میکرد همچون خدمات. حالا در زیر و تابعیتی وزارت کارهای داخلی روسیه است. حالا از همون دفعه ها اونقدر ما چیز نبودیم، با آنها رابطه خوب نداشتیم با فمس و آنها خیلی با چیز نمیرفتن، با ما کنار نمیرفتن، دائم بر ضد ما بودند، کمکم نمیکردند. لیکن ما تلاش همون رو میکردیم، بعضی وقت موفق میشدیم. میخواستم فهمم که شما که سالیانی زیاد معاون پرزیدنت انجمن مهاجرتی فدراسیون روسیه بودید، مشکلی اساسی تمام مهاجرانی که در روسیه هستند چی است؟ مشکلی اساسیشون کدام مشکلی ها هست که مهاجران رو خیلی اذیت میدهند؟ مشکل این است که اونها میآیند نفهمیدن کجا میآیند. یعنی باید همه از اول باید تشکیل کرده شود که جای خوب، جایی که اونو زندگی میکنن، این پتنتی که در سر اونو بالا شده است. حالا نمیدونم چی خیلی اینو زندگی میکنن با این شرایطی که دولت روسیه برای اونو درست کرده است. خیلی مشکل است. هر چند ماه باید اونو رمان کجای پتنت کنن. همه اینها رو باید قبل از اومدن
همون کارخانه‌هایی که هستن که کار میآیند با اونا باید قرارداد شود. یعنی که اینا قبل از اون باید با اونجا با تاجیکستان با رهبریت تاجیکستان باید یک قرارداد داشته باشن که اینقدر ملت اینقدر یعنی مهاجران اینجا میآیند برای کدام کار، یعنی کجا هست جای کار، کجا جای کار که هست جای خواب هم باید باشد، غذای هم باشد اونجا پیشکی، یعنی وقت پیش بعد اون که همه شد بعد یعنی کار که شد با جای غذاش هم جدا می شود دیگه. که از اول باید اونو دانن که کجا میآیند. همین مهم است. همین مشکلات اول همین است برای اونو. یعنی مشکلات هم حقوقی هم که باید پیشکی آنها معین نمایند که باید کجا رفت ایستادن، باید با یک مقصدی درست آیند که برای اینکه پیشپا نخورند. بله این باید همش یک رهبریت باشد. این با رهبریت های روسیه با رهبریت تاجیکستان باید یک قراردادی کنن که اونا رو به اینجا میفرستن. یعنی برای کار، اونا برای کار میآیند، موقتا میآیند، نه اینکه دائمی. برای موقتا آمدن اونا باید جای کار باشد و قرارداد باشد. اینا میآیند نمیدونن کجا آمدن، کجا هستن، چی کار میکنن. خیلی مشکل است براشون اینجا زندگی کردن. بله تشکر. شما که سالهای آخر خیلی که گفتید 7 سال است که در هلند زندگی میکنید، چی خیلی شد که شما سالیان زیاد در مسکو بودید و به هلند رفتید و در آنجا زندگی اختیار کردید؟ یعنی چه سبب شد که به هلند رفتید؟ این هم سبب کاری بود. سبب کاری دارم. اونجا رفتم وقت اول با کار جمعیتی دعوت کردن یک انجمن و اونجا دیدم که زندگی میرود و کار هست و یعنی شرایطی برپا کردن باز یک جمعیت دیگه هست. دیگر موندم اونجا و دارم ها رو کارهای جمعیت خود رو پیش میبرم و همین سبب. فرزندانتون هم نیز در هلند هستن؟ ها فرزند من پاتریوت است، پاتریوت روسیه. اینجا تولد شده است، اونجا زندگی کرد راستش 1 سال. خوش آمد به اون و اومد اینجا مسکو، حالا دارد درس می‌آموزد میخواند. آیا جمعیت تاجیکان یعنی تاجیکان در هلند بسیار هستند؟ فکر نکنم که بسیار هست، خیلی کم. شاید 1,500 باشند. چی گمان میکنید شرایطی که مثال سالیان زیاد شما در مسکو زیستید و امروز که در هلند هستید چی فرقیت ها هست؟ یعنی در هلند نسبت به روسیه چی فرقیت ها نسبت مهاجران، معامله با مهاجران، معاشرت با مهاجران چی قبول میکنن کسایی که مثلا از دیگر مملکت ها اومدند؟ اونجا فرقیتش همین است که همین حالا گفتم، همین 2-3 دقیقه پیش که گفتم که کجا می آیند و دانن جای خواب باشد و تاجیکا در مسکو و در روسیه، در شهرهای روسیه. اونجا همین است که اونجا آدمان میدونن قبل از آمدنشون کجا می آیند. یعنی قرارداد است با همون کارخانه‌هایی که هستن، اونا رو دعوت میکنن برای کار. قبل از آمدنشون ویزا هست، جای خواب و جای کار و پول همش هست. حالا اون در تاجیکستان است، میداند که کجا میآید و چیکار میکند اونجا. همین. بعد نسبت مهاجران اونجا تماما یک رفتار دیگه هست که اونجا آدمیت، درجه آدمی اونها خیلی بلند است. حتی بعضی وقتا من میگویم که اینها مسلمان ترن از ما دیده. یعنی خیلی حرمت و احترام میکنن نسبت مهاجران و کسایی که از بیرون آمدن. خیلی. من خودم کار میکنم با مهاجران، کار میکنم. هم جمعیت دارم، جمعیت سامانیان که با مهاجران است، نه تنها تاجیکان، همه مهاجران. و کار هم میکنم اونجایی که مهاجرانی که جوابی منفی گرفتند با اونا هستن. یعنی برای ویزا جوابی منفی گرفتن؟ آره هستن که میآیند ویزا نه، ویزا رو دارن و جواب منفی برای اقامت گرفتند. اقامت دائمی میخوان و اونا جواب منفی میگیرن و اونها رو نمیفرستند تو قطار که بروند وطنشون. اونها در یک خانه هستند که با اونها غذا میدهند، همش رویگان است.
لباس میدهند، یعنی همه چیزهایی که برای آدمیزاد مهم است، جای خواب میدهند، اون رو میدهند. یعنی موقتگاه ها هست. موقتگاه ها. یگان آدمی نیست که اونجا من بومش میگویند بومش باشد. همین فرق همین هلند از دیگر دولت ها این است که اونا بهتر درجه انسانیتشون بالاتر است نسبت به آدمان و همه آدمایی که حتی جوابی منفی گرفتن اونجا خواب میروند، جای خواب و جای همه چی. حتی ماه رمضان آنها هلندی ها ساعت 3 شب بلند میشوند و اونا رو بیدار میکنن برای غذا خوردن، غذاهای حلال همش هست، نوشتگی تو دیوار میوزن چه هست منیو غذای اونها، یعنی هیچ کس شکایت نمیکنند. اونا خوابشون رو میکشند و برای اونا همه شرایط رو مهیا میکنند. خیلی میخواستم درباره انجمن فرهنگی سامانیان در هلند که شما رهبرش هستید معلومات میدادید چه با کدام نیت تشکیل کردید و کدام وظیفه ها را اجرا میکند؟ نیت من از اول همین است که من بیشتر اونجا نیت نیست که نسبت فرض کردیم من اینجا روسیه اینجا یک جنجال دعوا از اگر انجمن رو کنی با دولت و با همه یعنی چیزهای اون رو حفظ میکنی، همه چی قانون میگن چیزهایی که نه رسمیت های زیاد هست. آره رسمیت های زیاد هست. روسیه که تو جمعیت تو باید کار کند، زیاد کارهایی که با دولت پیش پای میخوریده همه اون با دولت هست. اونجا مرکز فرهنگی ما این است که ما فرض کردیم برای زبان آموختن کمک میکنیم، زبان هلندی با زبان فارسی هستند. فارسی زبان هایی که اونها برای اونها خیلی مشکل است زبان رو آموختن، زبان هلندی رو. آره خیلی مشکل است. بعد ما با اونها باید کمک کنیم، یعنی در گروه هایی که اونجا تنها فارسی زبان ها هستند درس می آموزند با معلمی که فارسی زبان است. اینو بعد ما می خواهیم که فرهنگ تاجیکستان رو به اروپاییان نشان دهیم. این از هدف من از روز اول. کی تشکیل شده از انجمن فرهنگی سامانیان در هلند؟ انجمن فرهنگی من سال 2016 تشکیل شد در هلند، در آمستردام رجیستراسیون شده است. ما داریم کارمون رو میبریم، لیکن وقتی که تشکیل نبود من حتی کارهای فرهنگیم رو اونجا میکردم. حالا در جریان بود که تشکیل میشود، من داشتم تاجیکان رو اونجا رونمایی میکردم، از نوعی تاجیکان، از نام تاجیکان کنسرت ها میکردم در اونجا. کدام چهاربینی ها برگزار شد در طول اونه که هم انجمن تشکیل شد و پیش از اون 2 چهاربینی کرده بودم. یکیش در پارک اوترخ نوروزی بزرگ بود با 3 فارسی زبان. اونجا ما از نام تاجیکان برآمد کردیم و ما در طول 6 ماه تیاری دیدیم که با زبان تاجیکی اونا شعر خوانن، یعنی رقص کنن هلندی ها با زبان با رقص تاجیکی. حالا هست در فیسبوک موندم، من دیروز موندم اونا هلندی ها رقص تاجیکی کردن. من خوشبخت بودم که اینو یاد گرفتن و در پارک اوترخت تاجیکی رقص میکردن. ما یک چهاربینی دیگه عید نوروز بود که ما 7 سین رو چیز کردیم، 7 سین و 8 سین رو چیز کردیم، 7 سین رو دسترخوان کردیم و نشان دادیم که 7 سین تاجیکی از چه چیزها عبارت است. بعد اون چهاربینی ها خیلی زیاد است. ما خواننده های تاجیکا رو دعوت کردیم، دولت نظری اومد به نزدیک ماه سراینده های تاجیک رو دعوت کردیم. بله پارسال ما شب یلدا با فرهنگ تاجیکان بود اونجا که جمیله عبدالله و صاحب نظریف، واحد جان خالوف، ناهید زینالپور، خیلی یک کنسرت خیلی بدبوهمه بود که اومدن فارسی زبان ها تماشا کردند و خیلی لذت بردند و میخواستن که بازم دعوت کنیم تاجیکا رو. در کنسرت های ما نه تنها تاجیکا هلندی ها رو هم دعوت میکنیم و ما دولت هلند کمک میکند برای سوبسیدیا، برای سوبسیدیاش خیر نمیگم، قدر سوبسیدیای بزرگ است. ما سوبسیدیای ما
همون پول والانتیر رو میدیم و سالن رو وقتی که اجاره میگیری اون رو هم دولت هم کمک میکنه. یعنی برای تولار و چی؟ بله بله بله. دیگرش رو ما با طریق اسپانسر رو پیدا میکنیم. فرض کردیم من تاجیکان اومدن ما یک اسپانسر افغانستانی داریم که اون خانه اش رو هتلش رو برای اونها چیز کرد، رو یگان داد. و یکی دیگر است که تاجیک ما در هلند هست، اونم اسپانسری ما هست دائما. یعنی اینجا هست چیزاشون من میگم برای ما هر سال با گول ها با نوشابه وقتی که ما کنسرت میکنیم اونو میارن تامین میکنند با شیرینی و من خودم را خوب حس میکنم که اینها هستند. اگر اینها نباشن برام خیلی مشکل است. یعنی مهاجرانی هم افغانی، ایرانی، تاجیکی در یک جایگی چهاربینی رو برگزار میکنیم. بله بله، با کمک این دوستان ما داریم به انجام میرسانیم. اگر اینها نباشن من نمیدونم ما چیکار میکنیم. و فانگو هست نام این کارخانه که در هلند هست، اینها ما رو تامین میکنن با گل، با نوشابه، با شیرینی روی میزها. مهاجران افغانی و ایرانی یعنی دیگر مهاجران فارسی زبان زیاد هستند در هلند؟ خیلی زیاد هستند. و مناسبت بین شما یعنی تاجیکان و افغان ها چگونه است؟ خیلی خوب است. ما با هم دیگر همکاری خوب داریم. با افغانستانی ها خیلی همکاری خوب است و با ایرانی ها همینطور. من به نزدیک ما یک کنسرت داریم 21 دسامبر. اونجا خواننده های افغانستانی هستند و ایرانی هستند. گروهی لایف میخوانند. ما داریم آمادگی داریم و میخوایم که یک تاجیک باشد در تریتوری اروپا که این دفعه ما از تاجیکستان برای من یک کم در مشکل شد، نمیتونیم عمل کرده. برای این چون که اسپانسر رو پیدا نشدن، باز اسپانسر باید پیدا کنیم برای این کارا. و هر حال باز امید داریم که در کنسرت های آینده تاجیکای ما میآیند از تاجیکستان، باز بیشتر چیز میکنیم، با اونها همکاری میکنیم. تشکر. شنوندگان عزیز، شما میتوانید در صفحه فیسبوکی بانم محبوبه شاه سیف الله و صفحه انجمن فرهنگی تاجیکان هلند سومانیان در فیسبوک است. می توانید شما خبرهای فرهنگی که در هلند تاجیکان برگزار میکنند با خبر شوید. درست است؟ درست است. در صفحه سومانیان دارد و خودی و شما. بله. باز اینستاگرام هم داریم. تو اینستاگرام هم اونجا چیز میکنیم، جا میکنیم چیزهای خود رو، اعلانهای خود رو، محفل‌هایی که ما میگذرونیم اونجا هستن. تشکر. بانی عزیز، میخواستم باز یک چیز رو پرسم از شما. در اینجا خسرو در فیسبوک نیست. شنوندگان عزیز سلام و درود فرستادن با شما. بخوام سلام و درود اونها رو با شما میکنم. یک بار دیگر خاطررسان میکنم دوستان عزیز، این برنامه مستقیمی هموطن است. مهمون برنامه ما محبوبه شاه سیف الله. خوش آمدید خانم زیبا. تشکر بهرید. اینجا دوستان عزیز خاطررسان میکنم که آزاده شهرینیسا حلیمی ما نوشته است که السلام علیکم هموطنان عزیز، محبوبه خانم شما رو خیر مقدم میگوییم به شهر مسکو. مطلوب است سلیمزاده گفته است درودها بهترین اقدام انسان به شما خسرو. این چنین آزاده شهرینیسا حلیمی ما گفته است احسنتان. تشکر آزاده جان، تشکر، ممنون. خب دوستان عزیز، شما میتوانید مستقیما در تماس برایید لحظه، چون این برنامه هموطن است. راوی این برنامه خسرو جان هم کسبی عزیزی من است و هر نفری که میخواهد با خانم محبوبه هم صحبت شود، رقم ها 8965 151 014 است. این رادیوی موجیر است دوستان عزیز، رادیوی خود شما. و البته ما خیر مقدم میگویم یک بار دیگر با رادیوی موجیر مهمانی عزیز رو. سوال ما چنین است که چند سال قبل آمده بودید با مسکو؟ یعنی که از این دیدار تا اون دیدار سالهای طولانی گذشته؟ نه من اینجا زود میام میرم. زود میرم. هر سال هم اینجا میام میرم، چون که اینجا هم
مکانی زیست دارم، خانه دارم، در دارم. بهترین. در هلند تاجیکان زیادن؟ در هلند نه آنقدر، شاید 1,500 تاجیک باشد. 1,500 در یک دولت کلان. ولی اونقدر کلان هم نیست هلند، خردستانه. خب شنوندگان عزیز، اکنون سخن رو با خسرو جان میدیم چون که سوالهای بسیار داریم نسبت مهمانی عزیزی برنامه. مرحمت خسرو جان. تشکر برادر جان. همکسب عزیز، میخواستم فهمم که از صفحه فیسبوکی شما معلوم است که روزهای آخر هنرمند جوان و بااستعداد تاجیک باباجان امان‌الله همراه یک خواهر دیگر نامشان در یادم نیست سفر داشتن با هلند و یک هنرنمایی زیبای نشان دادند که من مهاجران افغانی و فارسی را مفتون کردم. در این باره کمتر نقل می‌کردم. بله بله بابا جان همون بابا جان امان خیلی امان‌الله هستن. بله بابا جان امان‌الله. بابا جان امان‌الله خیلی خیلی صدای فورم خیلی زیبا داشتن. من خودم باری اول شنیدم صدایش رو. اونا تو برلین بودن، برلین اومدن با یک برنامه کنسرتی. اونا رو در آلمان دعوت کردن، سفارت تاجیکستان کنه و همین تقدیر همیشه که باز اونا اومدن هلند و من زنگ زدن که ما اینجا هستیم، ولی امروز کنسرت هست. همون روز خودش در بازار یک نزدیک بازار اونجا یک کنسرت، یک سالن خیلی بزرگ است اونجا، ارزو دارد، اسمش ارزو هست. اونجا اونا کنسرت داشتن و من رفتم، خیلی خیلی عالی بود. یک زنگ تلفنی هست، گوش میکنیم. سلام شنونده عزیز، برنامه هموطن هست و مهمان برنامه ما محبوبه شاه سیف الله، رئیس انجمن فرهنگی تاجیکان سومانیان در هلند. بسیار خوب، ایشان را من خوب میشناسم. اگر امکان نشد من در افیر پیوست میکرده. شما در افیر هستید؟ شما در افیر هستید، میشنویم شما رو. زنده باشید. درودی خود را به خانمی محبوبه میرسانم. تشکر. خود رو معرفی کنید. خیلی و سهم بزرگی دارم در پیشبرد فرهنگ و ادبیات ما، مخصوصا در تبلیغ آثار نویسنده محبوب ما شاهزاده سمرقندی و من از ایشان بسیار تشکر میکنم. خوش آمدید به مسکو و امید می‌بندم که البته با شما بخوری خوبی داشته باشیم. تشکر، یک جهان تشکر. کار نکردم. برادر عزیز خود رو معرفی کنید. حسین محمود هستم، عضو اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان. زنده باشید، موفق و کامگار باشید. تشکر زیاد. خوش آمدید به رادیو مهاجر. تشکر که زنگ زدید. زنده باشید. از شاهزاده سمرقندی گفتن. آره، شاهزاده سمرقندی برای ما، برای همین انجمن سومانیان سهم خود را دارن میگذارن. از روز اول با ما دارن همکاری میکنن. همه این کارهایی که ما میکنیم خیلی سربلندیم که با انجام میدیم با شاهزاده سمرقندی. وقتی که ما فرض کردیم کنسرت هایی که میکنم، کنسرت های من خیلی بزرگن. در یک کردن من فرض کردم 3-4 آوازخوانی تاجیک رو دعوت میکنم اونجا. میگن تو چجوری این کار میکنی؟ یک بار این کار رو میکنی. من نمیدونم، شاید دلی من اینقدر بزرگ باشد که من این کارها رو کرده ایستادم و شکر خدا شاهزاده کنار من هست. ما میبریم، ما اونها رو با طریق رادیو زمانه که در هلند هست اونها رو چیز میکنیم، تبلیغ میکنیم، اونها رو دعوت میکنند شاهزاده جان تو برنامه است. اونجا اینترویو میگیرد، فیلم میسازند اونجا. دارم خوشبختم که با همینطور شاعره نویسنده که خیلی مشهور است، زیاد اروپایی ها میدونن، تاجیکستانی ها میدونن، میشناسندش. دارم همکاری میکنم. البته سلام و پیام ما رو به این خانمی با استعداد رسانید. و در آینده چی نقشه ها دارد انجمن سومانیان در هلند؟ در آینده چی دورنما و نقشه ها دارد؟ در آینده باز همین نقشه ما همین است که ما باید بیشتر با همکاریمون رو با تاجیکستان، با فوندها، انجمنایی که در تاجیکستان است بیشتر خوبتر کنیم که آنها با ما کنار بیاین. که ما میخواهیم فرض کردیم
یک میسیای دیگه داریم که میخوایم تاجیکستان رویم یک کنسرت خارجی کنیم برای بچه هایی که مریضن در اونجا، یعنی معلولن، اینوالید میگویم. اونجا خیلی زیاد است، فکر کنم اینترنت ها هست در تاجیکستان. در خانه بچگان میخواهید در آینده یک کنسرت هایی با هنرمندان مشهور در خانه بچگان نه، من در دوشنبه میخوایم یک کنسرت خیریه کنیم با هنرمندانی که در هلند هستند. در هلند هستند. من برای این میخواستم که انجمنایی که در تاجیکستان هستند با ما همکاری کنند. برای این ما میخوایم اونجا سالن پیدا کنیم، یک زال پیدا کنیم، یعنی کارهای ارگانیزاسیونی هست که کسی باشد و ما کمک کند اونجا با ما بیاید، کنار بیاد. و این است مقصد من که یک کنسرت خیریه اونجا برای بچه‌های مریض. ما امیدواریم که همه آن انجمن و تشکیلات فرهنگی که در تاجیکستان هست با شما همکاری میکنند و چنین یک عمل خیر در دوشنبه دایر می شود. تشکر بانی عزیز. من میخواستم که کسی هست اینجا نگاه کند کنی؟ یا کسی هست؟ سر حالا دوستان ما کست؟ Этого не может быть. Если найдем донора, будет жить. Возьмите мое сердце. А свое? Мехди. شنوندگان عزیز، حالا من صفحه فیسبوکی رادیو مهاجر رو میبینم. اگر یکان سوال برای مهمان برنامه ما باشد البته تقدیم مهمان میشود. اینجا سوال ها نیستم. من میخواستم که باز یک چیز دیگر رو میخوام اینجا بگویم که ما فراموش کردم همه قدر چیزم که باز ما 31 ینور ما میخواهیم که یک کنسرت خوبی گروه اوستا رو در امستردام چیز کنیم، درست کنیم. گروه اوستا با همکاری جسور حلیلوف هست. من دارم ها رو آمادگی دارم برای کنسرت با اونها در ماه ینور روزی 31. یعنی گروه اوستا رو میخواستم دعوت کنم در هلند هنرنمایی کنم. آره الان داریم، ما با اونها چیز میکنیم، گفتگو هم اون رو شروع کردیم، یک دو سه روز است و این چیزی ما باید بشود روزی 31 ینوری سال 2020. آینده. بله زیاد چیزها هست. شما گفتید سوال دادید که در آینده باز چی کارها، یعنی یکی از کارهای ما این بود کنسرت خیریه در تاجیکستان ماه اپریل. دیگر از یک نوروزه که برای فارسی زبان ها هست. 3 ملت فارسی زبانه که هستیم ما در یک جای قید. بله در امستردام میخوایم. برای این ما علاقه ما رزرو کرده سالن بزرگ رو رزرو کردیم اونجا. 3 ملت رو ما میخوایم متحد کنیم. ما نمیخوایم که جدا این ملت ها پراکنده یعنی نوروز رو قید کنن. حالا ما این کار رو چیز کردیم. گفتگوی ما هست این که ما با یکی افغانستانی و ایرانی ها تاجیکا یک کنسرت خیلی خوب روز 21 مارت در شهر امستلفین یک سالن بزرگ است. اونها بعد دوام اون چیزها آدرس و همش در صحیفه های من معلوم میشود. تشکر. ما هم برای کاری این انجمن و برای اون کارهای خیری که انجام میکنن موفقیت ها تمنا داریم. تشکر و ما افتخار میکنیم که شما با اونو چنین یک انجمن تشکیل کردید و معرفیگری تاجیکستانی عزیز، فرهنگ تاجیکی، فرهنگ فارسی در اروپا هست. میخواستم پرسم از شما که با زبان هلندی رو چخیل آموختید؟ مشکل است برایتون؟ یعنی همین مرحله زبان آموزی چخیل رفته ایستاده است برایت؟ زبان هلندی این یکی از زبان‌هایی که اصلا مشکل است در اروپا. خیلی مشکل است اینجا آموختیم دیگه، مجبور شدیم بیاموزیم. تلاشمون رو کردیم، تلاشمون رو خوندیم، امتحان دادیم و همه این هست داریم. تا حالا تلاشم رو دوام داده ایستادم. در کجا آموخته ایستاده؟ در مرکزی زبان ها آموختید یا اونجا؟ من دو ماه در میگن یونیورسیتایت هست اونجا در امستردام من خوندم 2 ماه. در 2 ماه
خوندم. بعد 2 ماه رفتم امتحان رو 5 امتحان رو چیز کردم دادم، یعنی قبول شدم. قبل از رفتنم در سفارت هلند امتحان رو داده بودم. یک امتحان رو من اونقدر خوب دادم که نمیدونم هلندی رو من اونقدر یعنی خوب بلد بودم که اونجا رفتم از این امتحان ما رو آزاد کردم. یعنی سفارت هلند در مسکو در روسیه. بله. از امتحان گپ زدن حرف زدن ما رو آزاد کردم، چون که اینجا سفارت من بالای خوب گرفتم، بلند گرفتم. اونجا من 4 امتحان دادم. بعد همه مهاجرانی که اونجا میان 5 امتحان باید بدهن، من 4 تا دادم، چون که 1 تاش تو سفارت قبل از رفتنم خوب دادم، بله خوب گرفتم. برای شنوندگان رادیو مهاجر یگان چی به زبان هلندی گویید؟ یگان سخن چی بگم مهم. Ik ben Mahbouba, ik ben blij. Nu ben ik in Moskou. Ik houd رادیو مهاجر. تشکر زیاد. چی گفته دکان تاجیک؟ من گفتم من خوشحالم که در مسکو هستم. من دوست دارم رادیو مهاجر رو. تشکر زیاد. غیر از اون که با کار انجمن بند هستید، باز در هلند یگان کار میکنید؟ کار میکنم. برای گفتم که من با مهاجرانی که جواب منفی گرفتن با اونا هستم. یعنی کارهای کمک حقوقی برای مهاجران کمک حقوقی تاجیک هم هست اینجا. تمام مهاجران. باز 1-2 روز در هفته در تئاتر کار میکنم. تئاتر من همین کارایی میگم که فرهنگ خودم رو میبرد. در تئاتر پوبلیک به خلای در میگن، یعنی که با در تئاتر با آدمانی که میان نظارت میکنم، نگاه میکنم که عکس نگیرند، صورت نگیرند در سالن وقتی که تئاتر هست میرود یا کنسرت میرود، نظارت میکنم. هفته 2 مرتبه اونجا، هفته 2 مرتبه با مهاجرانی که جواب منفی گرفتن و کارهای فرهنگی که دارم دوام میدهم با سامانیان. و اون مهاجرانی که میخواهند به اروپا برای کار روند چی مصلحت ها میده؟ این یک سوالی هست که بیشتر به من میدهند. از تاجیکستان می نویسند. من اونجا هست صحیفه هایی که با کارخانه‌ای که با همین کار چیز میکنن، یعنی اونا میتونن تنها پیدا کنن کارخانه‌ای که سایت هایی هست اونجا، با طریق اون سایت ها میتونن کار پیدا کنن. هستن اونجا کارخانه‌ای که با گل پروری برای کشاورزی هست، اونجا ها هم میتونن چیز کنن، لیکن با طریق سایت ها تنها اونا از اونا بعضی هاش میخوان که اونها ویزای شنگن داشته باشن، بعضی از اونها با اونها قرارداد میکنن و چیز میکنن، تنها با واسطه کار میتونن داخل هلند شوند. تشکر. برای هم شنوندگان رادیو مهاجر و برای تمام مهاجران و تاجیکان جهان که شما رو میشنوند چه گفتنی ها و تمنیات دارید؟ تشکر برای شما، برای دعوت شما. و سخن آخرانی من بیشتر میخواستم برای مهاجرانی که در مسکو هستن، برای آنها میخواستم وقتای اخیر من زیاد میبینم با واسطه رادیو آزادی، با واسطه اخبارها که تاجیکان در زنهای تاجیک در تاجیکستان دست به خودکشی میزنند. یعنی خودکشی زیاد شده است، خودکشی که اون حتی با بچه هایشان رو هم با آب غرق میکنن، خودشون هم با بچه هایشان. این خیلی سخت است برام، خیلی. و همین رو من میخواستم که مهاجرانی که در همین میان مهاجرت میکنن با مردم، من میخواهم که آنها رو فراموش نکنید، زنهایتان رو که آنها خیلی زیاد چیز میکنن، طاقت دارن، طاقتشون زیاد است، یعنی اونو اینقدر چیز میشون که کاسه صبرشون لبریز میشد که
دست به این کارها میزنن. یعنی از شما التماس حتی در مهاجرت فراموش نکنید از زن و فرزندانتون، یعنی این طلاق‌هایی که با طریق تلفن است اینا رو ندید. خواهش میکنم یعنی اگر خواهش ما رو قبول کنید، زنهای دیگه ملت و زود اینجا زن دوم و سوم گرفتنم چی فایده؟ اینم نباشد. بهتر است برای آینده نسل نورسی تاجیکی که در اونجا هست در تاجیکستان. این از خواهش من که مهاجران التماس زن و فرزندانتون رو فراموش نکنید. تشکر. چی تمنیات دارید برای تاجیکان جهان و شنوندگان رادیو مهاجر؟ تمنا دارم که زندگی سالم کنند، تمنا دارم که پیشروی شود، تمنا دارم که بخوانند، درس آموزند. خواندن، درس آموختن این آینده ما هست. نسل نورس حاضره نمیدونم در چه حالت است حالا، لیکن من میخوام که نسل نورس ما باید که درس آموزند و خوانند و زندگی سالم به سر برند. تشکر بانی عزیز. محبوب شاه سیف الله، رهبر انجمن فرهنگی سامانیان در هلند که وقتی خود را دریغ نداشتید و مهمانی برنامه هموطن رادیو مهاجر شدید. شنوندگان عزیز، رادیو مهاجر برنامه هموطن بود برای در پیشکش شما و من بنده رول خسروی عطی‌الله و همراهی همکسبم بهرالدین صابر در خدمت شما بودیم. خدماتون حسنات بانی عزیز. برای کارهای فرهنگی که در هلند میکنید، برای هم زندگی شخصیتون، برای کارهای خیریتون و برای انجمن فرهنگی سامانیان در هلند موفقیت و تمنا دارم. به شما موفقیت و کامیابی ها نصیبتون. تشکر بهرالدین جان، تشکر خسرو جان، خداحافظ. خب شنوندگان عزیز، برنامه رادیو مهاجر از طریق رادیو ادامه دارند. اکنون از صفحه اجتماعی فیسبوک برنامه به انجام میرسد. خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر. خداحافظ. خیلی